سلام رفقا، امروز قراره بریم برای درست کردن شهد. اول از همه به 2 پیمانه شکر، 2 قاشق غذاخوری لیمو، 1 پیمانه آب و 2 قاشق غذاخوری گلاب، 2 قاشق غذاخوری زعفران نیاز داریم. همه موادمون رو داخل قابلمه‌مون میریزیم و میذاریم روی حرارت اجاق. در نظر داشته باشیم که مواد رو نباید هم بزنیم تا زمانی که شکرمون داخل آب حل میشه. با قاشق به آرامی موادمون رو هم میذاریم موادمون 10 دقیقه بجوشه. 1 قاشق لیمو رو در کناره های قابلمه‌مون میریزیم تا شکرک نزنه. با قاشق به آرامی قابلمه‌مون رو دورگیری میکنیم. حتما از 1 تا 2 قاشق آب لیمو استفاده کنیم تا مواد شهدمون شکرک نزنه. از شهدمون میتونیم در انواع دسرها، بامیه، زولبیا استفاده کنیم. در ویدیوی بعدی اصلا طرز درست کردن زولبیا رو میذارم. ممنون میشم سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی رو ببینید. بعد از گذشت 10 تا 15 دقیقه میریم برای تست. 1 قاشق از شهدمون رو داخل 1 بشقاب میریزیم. وقتی بین 2 تا انگشتانمون چسبناکی داشت یعنی موادمون آماده شده. زیر گازمون رو خاموش میکنیم. مواد شهدمون آماده است و برای نگهداری باید حتما در یخچال نگهداری کنیم.